دوستا و وطندارای عزیز، آیا اسلام واقعی همی است؟ ما از شما میپرسم. اگر شما جنت برین و ببینین که این انسان ها بالا طرف شیشتن در جنت، آیا خوشحال هستین که با اینا در جنت زندگی کنین یا ترجیح میتین که در دوزخ باشین؟ بیاین در ویدیوی دیگه براتون یک چیز دیگر نشان میدم. و یا این را نگاه کنین، این نسل بعدی ماست، نسلی که باید قلم و کتاب در دستش باشه. آیا به نظرتون ما به نتیجه میرسیم؟ آینده کشور ما کدام طرف خواهد رفت؟ بیاین حال در ویدیوی دیگه براتون یک چیز دیگر نشان میدم. اگر ما امی رقمی ادامه پیدا کنیم، آخر ما بازم دیگ ما دراز است به او عربایی که دین خود بر ما فروختن، نفت و گاز و سرمایه خود به یهود و نصارا و از عقل خود استفاده کردن. با این قدر سرمایه و تجارتی که اینا دارن، این قدر پول و دارایی که اینا دارن، اگر واقعا مسلمان باشن بگن بیا به چند کشور غریب که هست، کسایی که حج مفت و فری نسازه، حداقل اگر $30,000 مصرف میشه امور $1,000 مصرف کنن، بیاین خانه خدا را دیدارش کنن. اما نه، باید هم $30,000 باشه. و یا حداقل امو مسافرین که حج میان به حج کردن، امو هتل و مصارف غذا و تا بالایشونه، امو هتل ها را بگه یا غذایشون کم تخفیف بیاره، مصرف زیاد نشه برشان. دوجه نه، باید امو نرخ کس و امو نرخ پرداخت کنن، غذا بخورن، امو نرخ هتل بگیرن، پیسه در جیب از یابه. امام الحمدلله یک مسلمان هستم، اما حقیقت است که باید آدم بگوید. و پیام از این ویدیوی مایی است که هیچ کس به جز از خود افغانت به دردت نمیخوره. کسی که در یک کشور در یک جغرافی امروز زندگی میکنه برادرت است. اتفاق کنیم، قوم پرستی نکنیم. و بین که بدبختی ها بیاین این جوانه ببینین، مثل از این جوانایی که جاهل هستن رو میارن به این گپایی که مثلا قوم پرستی را دامن میزنن، زیاد از در صفحات مجازی. خود میشه و روز چون ویدیوهای از این ما چند دفعه پیش روی چشم آمده و یکم ویرال شده، از او خاطر ایره ویدیوش بالا آوردم که ما با قوم و تبار از این جوان هیچ کار ندارم. با وجود از این که فقیرترین کشور دنیا هستیم، بدبختترین کشور دنیا هستیم، بازم بیایم کلابیان که ما چه رقمی و چه رقمی، یک دو دفعه کلابی گفتید که ویدیوهایش مردم زیاد دیو زدن دیگه کردن، حالا پشت می گپا گرفته. برش میگم جوان، همی کار آخر نداره، به منفعت ما و شما نیست که تو بیای کلابی بگوی و بیای تر پاکستانی بگوی یا پنجابی بگوی تمام رو دعوایتان باشه. با وجود از که بدبختترین کشور دنیا هستیم ما و شما، کوشش کنین در صفحات مجازی یکان کارایی کنین که فرهنگ افغانا را خوب نشان بده. این کارا آخر نداره. و سلام.